با نام خدای یکتا سلام. من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی خودتان. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، برنامه امروزه ما موضوعش خیلی فرق میکنه از دیگه برنامه‌ها، چون ما میخوام امروز بریم یک جا عبید کردن یا نان خوردن و یکی از رستوران‌ها که نو تازه باز شده است در شهر تولوز فرانسه و خیلی با هزینه قیمت این ساختمان ساخته شده است این رستوران و ما میخوام که امروز بریم اونجا یک نان بخوریم و بریم با هم از نزدیک تماشا کنیم. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما امروز سفر داریم به یکی از رستوران ها برای دیدنی و خیلی هم رستوران زیبا و دیدنی هم است. این هم باشد رایال بوفت، یعنی اینجا سما обслуживание میدروی، اما یک تعریف هم میتی پول شو دیگه خودت میدروی خوردن میگیری، اما چه میگیری شویتسکی استول دارن. خلاصی گپ هم صحنه بیرونیش و نصیب باشه میریم داخلش درونش ببینیم چه چیزای خوب دیدنی و با مزه داره. انشالله ما در جریان میکشیم چیزا را. اینا ببینید دوستان عزیز، این صحن بیرونی رایال بوفت خیلی زیبا و دیدنی. این صحن بیرونش ماشیش. دوستان عزیز، ما آمدیم امروز به یکی از رستوران هایی که نو هوشیده است در شهر تولوز فرانسه. ایران بینید چقدر زیبا هم است و درآمدگاهش میداره خیلی هستچه یا که بسین های و در درونی بسین خیلی ماهی ها هستن. ماهی ها رو بینید، ماهی های سرخ، زرد، سبز، هر خیلی ماهی ها و اینجا هم درآمدگاهش های، یعنی که جایی که میدروی به همین جرا ببینید دوستان. هم بارش اون هم جای شراب مراب دیگه. این هم رستوران ببینید دوستان عزیز چقدر زیبا است. ببینید خیلی زیبا و دیدنی هم است این رستوران. خب دوستان با ما باشید، برنامه ما جریان دارن. دوستان عزیز اینجا کوخنیش است، تمام چیزا اینجا هست. ببینید خوردنی باب، سالتا، اینجا گوشت بریان ها نمود چقدر پرد. اینجا یه چیزای خومای میگیریم میتی ها اونجا میپزاند. اینجا کوخنی های بسیار چیزی زیبا. اینجا دیسرت های، اینجا مثلا تورت و پیراگی و پیراژنی و نمیفهمم همه چیزا اینجا چه دیسرت های. اینجا میوگی های، این برادرها گفتن برای خوردنی و این هم کوخنیشان های به همینجا میپزن چی میکنن. اینجا جوی میوه های تر و تازه. اینجا شربت ها، ساق ها و دیگر چیزا. و دوستا اینجا دو نمود گوشت های، هم گوشت حلال های هم گوشتی غیر حلال. شما اگر دیزاین اینجا را بینید چقدر زیبا های دیزاینش را بینید، لوستراش را بینید چقدر زیبا های. این میره نوی کردگیان تقریبا یک هفته شد 10 روز شد تقریبا هوشی دیگه اینجا را. اینجا پارکینگش هم جای نشستی مردم، خیلی جای خوب هم است، جای برهواست، جای چی میگن خیلی غذاهای با مزه هم داره. بعد اینجا ماری پروداکتی ها بسیار، مثلا خرچنگا هسته، اینجا کریویتکی هسته، مثلا چی میگن صدف، چی میگن خدا بگیر نمشه یادم رفت پاکم. اینجا هم گوشت ها هسته، گوشتی گاو هسته، گوشتی مرغ هسته، ساسیسکا هسته، استیک هسته، هر چیز بخوایی هست. خلاصی گرد اینجا نگاه چیزا. خب این طرف هم جای بریانی، اون طرف هم جای نشست، اون طرف بارای. خیلی زیبا است دوستان عزیز، خیلی زیبا. چنانچه گفتم 22 یورو برای یک شخص های روزای استراحتی، روزای شنبه یک شنبه و دیگر روزا 16 یورو. از ساعت 12 روز کار میکنه تا 3 با ساعتی
هفتی بگه کار میکنه تا 23 و 24 شب، یعنی تا 11 12 شب کار میکنه. هندوستان این هم بود کمی معلومات درباره یکی از رستوران هایی که نو باز شده است در شهر تولوز فرانسه. ببینید خیلی زیبا هم است. این دزدا را ببینید، این دزدای امی محله هستن، دزدی که هستن. اینجا هم شکلات سیاه و سفید خیلی زیبا و دیدنی. دوستان ببینید خیلی زیبا مزه داره. همه همین دیسرت های همه برای مردم. دوستان عزیز اینجا هم جای کودک ها داشته است، این جای بازی کودک ها های. اینو ببینید خیلی جای زیبا هم است. این به خاطر کودک ها های جای بازی کودک ها. اگه این نه ویشدگی ولی بهتر بود سه خوب میارن. ایسا رو ببینید اکسپانات ها، سمالیات هست، ابر هست، نگه راکت های کاسموس های هم. این طرف هم جای بازی ها شریک ها، این طرف هم جای نشستی مردم. برادر خیلی کلان است و خیلی پول مصرف کرده است این مرد در اینجا. تقریبا 2 میلیون دلار مصرف کرده است، 2 میلیون یورو. این طرف جای مخصوص برای کسانی که اگه جلسه دارن یا که همه کسانی میان میخرن جنبستی کلیگه وقتی. اینجا هم جای زالی هم خیلی های. خب این دوستان اینم از رستوران های نو باز شده فرانسه. دوستانی عزیز قطعی نمی صاحبی همینجا گپ زدیم، میگه که تقریبا در همینجا 2.5 میلیون یورو بالاتر رفته گیسه، کمتر نه، چون در اینجا فقط در رستوران تنها نبوده است، در بالای مثلا دیم اتاجش بیورو بس است، office ها بس است، دفترها بس است در بالا و پلوس اینجا پارکینگ در بیرون هم میبره. خلاص که همه ساز کردن تقریبا تا 2.5 میلیون یورو را تا 3 میلیون یورو را مصرف کردن و خود کردن. ببینید چه چیزای زیبا استفاده بوده گره با چیزاشون خیلی هم با قوت هستند. چیزاشون مبلشون هم خیلی تازه اوریجینالن و حساب کالیتیشون صفت نوکیشون خیلی هم بالاست. ببینید دوستان تقریبا 2.5-3 میلیون یورو مصرف شدگی است. دوستان عزیز این هم دسرت هایی که نو برادر آورد، این و همش در همه جمع داخل می شود دوستان. اینجا میوگی هم هست، میوه تر و تازه، دسرت. اینجا هم چندین چی دوستان. این هم از طرف شو همو چه گفتیم رستورانی که گفتیم رایال بوفت، این هم از طرف شو. خیلی سر آدم هم هست، خیلی مشتری زیاد هم داره و چونچه گفتیم در بالاش دفترها هستن، آفیس ها هستن و اونجا هم زل هست، زل برای چی بدن چی میگن هم خیلی. اینه هم امور رستورانی که گفتیم از طرف شو. دوستان عزیز خدا کند که ویدیو یا نوار بهر شما پسند آمده باشد. اگر تا هنوز عضو خانواده ما نشدید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و عضو خانواده ما شوید و تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. و اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کم معلومات درباره یکی از رستوران هایی که تازه نو باز شده است در شهر تولوز فرانسه که برای ساختن این یا هزینه این ساختمان یا این رستوران 3 میلیون یورو می باشد. باقی سربلند و خانه آباد باشید دوستانی عزیز. شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.
میکنم.